نام ما سراغ خان است از ولایت سرپل. خب این همی جالو بالو فروشی میکنیم. شکر از بند نیست، روز 300 400 میشه. این همی غریبی است دیگه چیکار کنیم؟ مقصد روز سیر شود. از ساعت چند تا چند؟ از ساعت مثلا 7 صبحکی تین تا نمازیگره. این همی برای میگردیم میشینیم سودا میکنیم دیگه. شکر از بند نیست. چقدر خرید میکنیم؟ چه فایده میشه؟ میخریم 1000 رو میخریم 1500 جور میشه. تو شکر از بند نیست. از ساعت چند تا چند؟ از ساعت 7 تا ساعت 5 6 دیگره. ساعت 7 ساعت 5 6 از جانم چه مدت از این کار است؟ خیلی وقت میشه. اول خوب این کارو میکردم با رفتم ایران پس هم با دیگه این کارو شروع کردم دیگه چی کنیم غریبیست دیگه. فضلش نداشت چی کار؟ فضلش نباشه میریم خانه میخوریم دیگه چی. دیخانه چیز هم داری؟ داریم شکر از دوی خانه هم داریم. اینه که داریم نداریم مقصد میتیم دیگه یک از باش خودی ما درو میکنیم و کار میکنیم دیگه. درباره مهاجرت و کسایی که مهاجرت میرن دیگه مهاجر بود برن اینجا خوب است اینجا کاربار چرا خوب است؟ نه اینجا خوبه وطن خود آدم خوبه وطن مردم چی فایده؟ وطن خود آدم. من 3 سال خارج بودم. کجای خارج؟ چی بوی کردی کاربار چی بود رفتار مردم چه رقم بود ایرانی ها؟ کاربار ایرانی دیگه چی اینه کارگری دیگه ساختمان. جانا چند سال بودی؟ 3 سال. چطور رفتار ایرانی؟ بعد نبود میشه دیگه بالاخره ولی مثل هموطن خود آدم می جانا. فامیل چند نفر هستیم؟ در فامیل هم هستیم 9 نفر هستیم. چه رقم رفتی آسان بود سخت بود رفتن؟ سخت رفتنش آسان در کجا ما خونه میریم مفوریم. چه رقم رفت با اسناد یا؟ نه کوچاک. چند سال پیش؟ اینه 3 سال 4 سال 3 سال. بسیار دیگه از ایران که اینجا خوب است؟ ساعت اینجا خوبه دیگه. از ایران که خاک خود آدم است وطن آدم است. باید اینجا خوب نبوده وطن مردم خوبه. این از کار راضیستی؟ شکر از بر نیست جان که جور است دیگه چی دیگه کار برادر فایده مند خو میمانه نم جان ما که جور است. یعنی کسایی درگاه کشور هستن چی کار کردن؟ کسایی با کار میرن والا نمیدانم دیگه چی دیگه. چی میگی برای از باشن کار کنن اینجا یا برن در وطن کار کنن؟ وطن بیا کار کنه که بسیار خوبه دیگه وطن خود آدمه نه از وطن مردم کنه. یا جانا وطن خود آدم خوبه بیا واتی شود درست شود. بخیر سلامت باشی. زنده باش.